من رحمان علیمراد خواننده 11 مؤسسه تحصیلاتی رقم 10 از نایجالدین بلخی از ولایت ختلان من دو کراته اشتراکچی آزمون بازیافت و جایزه‌دار جای یکم و سوم. این سال ما در آزمون بازیافت اشتراک ورزیدیم. یک چند اسباب‌های خود را پیشنهاد نمودم. در اینجا این کنسنر میباشد که با قوه 12 ولت کار میکند. هنگامی که قوه برق خاموش شد او 20 ساعت از خود فعالیت میکند. وقتی قوه برق ما اگر در خانه خاموش شد این اسباب ما کار کردن میگیرد. این در اینجا اسباب ساز کرده من برای قوه دادن تلفن های موبیلی. وقتی که در خانه ما قوه برق همیشه فراوان است ما میتوانیم از این اسباب استفاده بریم. وقتی که قوه برق در خانه ما خاموش شود ما نمیتوانیم که تلفن های موبیلی خودمون را ضرر کنیم. در اینجا این اسباب ساز کرده من با قوه برق هم کار میکنه و به قوه برق هم. در اینجا ضرر را ایشان میدهد به قوه برق هم. این وقتی ما از قوه برق هم گرفتیم و از خود فعالیت ایشان میدهد. در اینجا اسباب ساز کرده من در ناحیه‌های جمهوری ما در ناحیه‌های دوردست وقتی که در مثلا از خانه ما دورتر دریای آب جاری است و در خانه ما آب نیست. وقتی که ما این اسباب وینتل را در لب آب سخت میکنیم و از اینجا با موتور آبکشانی وقتی که آب این را تاب میدهد در یک کروکی وقتی این تاب میخورد موتور آبکشانی ما 10 مرتبه زیادتر تاب میخورد. وقتی که این اسباب تاب خورد از پایان خانه ما موتور آب را با بلندی میبرد. این اسباب ساز کرده من برای آب را آوردن به جاهای دوردست جمهوریمون. وقتی که در خانه های ما هست مثلا قوه برق نیست ما میتوانیم که از این اسباب استفاده بریم. این را در لب دریاها و جویبارها نصب کردن ممکن است. شما گفته میتونید که مثال از شرشره 1 تن آب به پایان روانه شد. مثال نساز شما از حساب مثال قوه جریانی که پیدا شد چند لیتر آب میگیره به بلندی و روان میکنه؟ وابسته از محرک است. وقتی که چند قدر محرک کلانتر باشد آبکشانی زیاد می شود. در اینجا وابسته از ماست که چند قدر محرک برای کلان میچسبونیم. در اینجا تا بلندی 200 متر میتواند که آب را کشانده برد. فرض میکنید در یک ثانیه چند لیتر آب؟ در یک ثانیه 5 10 15 لیتر آب را کشانده میتواند. شما گفتید که کنسنر 20 ساعت کار میکنه بعد از خاموش شدن برق. وقتی که برق در خانه ما تامین است هر آن وقتی که این اسباب کار میکند قوه را در خود هم کار میکنه هم جمع میکند قوه را. وقتی که قوه برق خاموش شد این قوه لاگی خود را پیشنهاد میکند. شما گفته میتونید که مثال تا چند گرادوس پس میکند؟ تا 8 گرادوس خنکی را پس کرده میتواند. هم گرمی میدهد هم خنکی. شما بسیار چیزهای خوب ساختید. رحمت.